سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز با آموزش و آشنایی با محیط نرم افزار متن‌نگار در خدمتتونیم. امیدواریم این ویدیو براتون مفید واقع بشه. خب نرم افزار متن‌نگار رو باز می‌کنیم و قسمت متن‌نگاری جدید رو انتخاب می‌کنیم. شما 3 آپشن پایین صفحتون می‌بینید: متن، پس زمینه و برچسب. برای شروع کار باید پس زمینه رو انتخاب کنید. حالا اگه دسترسی به اینترنت داشته باشید یه سری پس زمینه آماده داخل قسمت نگارخانه و جامدادیتون میتونید پیدا کنید، ولی خب ما از گالری شخصی استفاده میکنیم. وقتی گالری شخصی رو بزنید 3 آپشن بهتون داده میشه: برش متن‌نگار، برش در گالری و بدون برش. شما بر اساس سایز تصویری که میخواید، حالا یا برش داده شده است از قبل که بدون برش رو میزنید، یا قصد دارین که خودتون یک کراپی انجام بدین بعد وارد محیط نرم افزار شین که میتونید برش در گالری رو بزنید. برش متن‌نگار هم که خود نرم افزار تشخیص میده که چقدر واسهتون برش بزنه و عکستون رو اندازه‌شون مناسب در بیاره. ما بدون برش رو انتخاب میکنیم، گالری رو میزنیم و یه عکسی الان انتخاب کردیم. خب قسمت متن رو که بزنید پایین صفحه قسمت متن جدید وجود داره. شما تو این قسمت میتونید متن خودتون رو وارد کنید. حالا هر متنی، برای مثال الان متن نمونه واسمون نمایش داده میشه. قسمت بعدش قسمت ویرایشه که شما اگر متن وارد کردید خواستید یه غلط املایی توش وجود داشته باشه، خواستید ادیتش کنید، میتونید ویرایش رو بزنید و متنتون رو ادیت کنید یا تنظیمات دیگه‌ای که مد نظرتون باشه. قسمت بعد اندازه متنه که شما میتونید اندازه متنتون رو کم یا زیاد کنید. و قسمت قلم ها، تو این قسمت شما تعداد خیلی زیادی تقریبا که نه دقیقاً 193 تا فونت یا قلم فارسی دارید و تعداد خیلی بیشتری قلم انگلیسی. یه سری آپشن های دیگه هم داخل این قسمت وجود داره که شخصی یا این قلم های مورد علاقتون که با نگه داشتن روی قلم بهش اضافه میشه به قسمت مورد علاقه و دوباره میتونید از همینجا با نگه داشتن روش پاکش کنید. و یه سری سمبل های دیگه هم که هست که بیشترشون سمبل های اسلامیه به نظر. خب قسمت بعدی قسمت همانندسازیه. شما وقتی یه متن رو انتخاب کنید و رو همانندسازی بزنید دقیقاً عین همون متن رو بهتون تحویل میده که خب ما فعلا نیازی بهش نداریم و با زدن سطرش رو پاکش میکنیم. قسمت بعد سبک نوشته است که شما میتونید سبکتون رو ایتالیان کنید یا بولدش کنید، زیرش خط بذارید یا وسطش، هر کدوم که خودتون دوست داشته باشید. قسمت بعد جابجایی نوشته است. علاوه بر این شما با دستتون میتونید جابجاش کنید و روی متن کلیک کنید و این رو ورش کنید. یه سری جابجایی ریزی ممکنه وجود داشته باشه که با دست نتونید خوب درش بیارید. شما با زدن این قسمت و نگه داشتنش، حتی نگه داشتن جهت‌ها، مقدارش رو کم و زیاد کنید. و این بالا حساسیتش هم وجود داره. شما میتونید حساسیتش رو افزایش بدید و با یه بار زدن مقدار بیشتری تغییر کنه مکان متنتون. قسمت چرخش هم شما میتونید چرخش متنتون رو انجام بدید، حالا به جهت‌های مختلف. ما هم حالت عادیش میذاریم باشه. یه آپشن که نه، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شما ممکنه این متن الان ذخیره کرده باشید و هنگام متنمون به ظاهر سالمه و هیچ مشکلی نداره، ولی موقع ذخیره کردن این گوشه‌های تصویر که با کادرمون تقریبا برخورد داره، گوشه‌های متنمون، این کادر روی متن میفته و کامل متن ما رو توی عکسمون ذخیره نمی‌کنه. سعی کنید همیشه اندازه قابتون یه مقدار از متنتون بلند، یعنی بزرگتر باشه که متن برخوردی با اون حاشیه نداشته باشه. قسمت بعدمون قسمت رنگمونه که شما خودتون میتونید رنگ‌های مختلفی رو انتخاب کنید بر اساس نظر خودتون. این قسمت هم شما میتونید اگر کد رنگی رو بلدید و دلتون خواهد از اون رنگ استفاده کنید، کد مورد نظرتون اینجا وارد کنید. قسمت بعد قسمت بافت متن. شما از توی گالری یا بافت آنلاین میتونید بافت متنتون رو تغییر بدید. برای مثال الان بافت هایی که توی بافت آنلاین وجود داره ایناست. ما یکیش انتخاب میکنیم که روی متنمون قرار بگیره. برای الان دیدید متنمون بافت این شکلی گرفته. حالا بسته به نظر خودتون میتونید این بافت رو قرار بدید روی متنتون. قسمت بعدی که خیلی به دردمون میخوره قسمت حاشیه است. شما اگه متنتون زیاد واضح نباشه یا اینکه بک‌گراندتون سفید باشه، شما متن رو سفید بخواید استفاده کنید و نتونه براتون زیاد واضح کنه تصویر رو یا تصویرتون زیاد قابل خوندن نباشه، میتونید یه حاشیه کمی یا حتی اگر
دوست داشتید حاشیه خیلی بیشتری اضافه کنید که حتی شفافیتش هم میتونید کم و زیاد کنید. قسمت بعدی که خیلی کاربردی قسمت سایه است. شما با انتخاب کردن قسمت سایه و انتخاب رنگ میتونید میزان شفافیتش رو کم و زیاد کنید و زاویه بدید به متنتون و اگر جواب بده و تصویرتون به نظر یه مقدار بولدتر به نظر میرسه. قسمت شفافیته که خب متنتون میتونید شفافیتش رو کم یا زیاد کنید. فاصله خطوط اگه چند تا خط متنتون باشه میتونید فاصله بین خطوط رو کم و زیاد کنید. چینشی هم که وجود داره میتونید شما چپ چین یا راست چین و حتی وسط چین کنید متنتون رو که ما از وسط چین استفاده کردیم. قسمت بعدم قسمت معکوسه که متنتون رو برمیگردونه. خب حالا ما برای مثال بریم یه دونه متن اضافه کنیم به این عکس و ببینیم بازخورد نهاییمون چی میشه. اول بریم توی پس زمینه و توی قسمت اندازه قاب یه فریم استوری بهش بدیم. حالا توی قسمت متن جدیدی انتخاب میکنیم. حالا میگیم توی قسمت رنگمون رنگ سفید انتخاب میکنیم. تو قسمت قلم ها قسمت هایی که خیلی استفاده میشه وزیره و خب حالا اینجا از چکاری استفاده کنیم اندازش رو بیشتر میکنیم 156 اندازه آبش رو بیشتر میکنیم. دوباره میایم متن جدیدی میزنیم. خب به همین سادگی الان این متن رو دارید و روی تصویرمون. حالا برای اینکه متنمون واضح تر دیده بشه میایم تو قسمت سایه رنگ مشکی انتخاب میکنیم. یه مقدار سایه رو بیشتر میکنیم، یه مقدار به سمت پایین و یه مقدار حالا چپ یا راست بر اساس میل خودتون و سلیقه خودتون. همین کار رو با این متن انجام میدیم. شفافیت زیاد شد. به همین سادگی الان یه متن انگیزشی روی این تصویر اضافه کردیم. حالا فاصله هاشون یا سایزشون شما خودتون میتونید کم و زیاد کنید با دست. الان یه مقدار فکر کنم بهتر میشه. خب خیلی ساده و خیلی راحت به همچین طرحی رسیدیم. حالا میریم سراغ ذخیره کردنش. بالا یه عکس فلاپی رو میبینید، اونو میزنیم. ذخیره با کیفیت بالا، ذخیره در گالری، ذخیره پروژه، ارسال و ارسال پروژه. ذخیره پروژه براتون یه آپشنی که خود نرم افزار متن‌نگار داره اینه که شما هر موقع از نرم افزار خارج شین آخرین پروژه‌ای که توی نرم افزار داشتین رو براتون ذخیره میکنه و سری بعد که خواستین وارد شین باز کردن پروژه قبلی رو داره. یعنی شما چیز خاصی هیچ وقت از دست نمیدید مگه اینکه خب بخواید نه رو بزنید و پروژه قبلی براتون باز نشه. اینجا ذخیره پروژه همین کارو میکنه. یه اسم میتونید براش انتخاب کنید و توی خود نرم افزار ذخیره میشه. ذخیره در گالری رو بزنید. یه فرمت تصویرتون رو میتونید تنظیم کنید. اینجا اندازه دلخواه میتونید بهش بدید و ذخیره‌اش کنید. اگر نمیخواید همین کار رو انجام بدید و اندازه‌ای که هست براتون اوکیه، ذخیره با کیفیت بالا رو میزنید که شما تو 3 تا حالت که بالاترینش 4x میتونید با بالاترین کیفیت ممکن عکستون رو ذخیره کنید. ما پیشنهادمون 2x چون 4x تو اکثر گوشی‌ها خیلی پیکسل بالایی میندازه و خیلی تصویر با کیفیت میشه. 2x رو میزنید و ذخیره رو انجام میدید خیلی راحت. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و آموزش متن‌نگار به دردتون خورده باشه.